با دستور سپارش اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان 21 می سال 2023 گروه دوم شهروندان جمهوری تاجیکستان با تعداد 104 نفر 29 عائله که از زنان، نورسان و طفلان خردسال عبارت میباشند توسط هواپیمای مخصوص از جمهوری عربی سوریه به وطن برگردانیده شدند. در فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه نفران به وطن برگردانیده شده را معاون سروزیر مملکت مطلوبخان ستاریان، یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به مسئله های رشد اجتماعی و رابطه با جامعه امامعلی نصرالدین زاده و دیگر شخصان رسمی پیشواز گرفتند. با درخواست جانب قزاقستان همچنین 5 شهروند این کشور، 1 زن و 4 فرزند او نیز از سوریه برآورده شدند. روند برگردانیدن تاجیکستانیانی که در لاگرهای گریزگان عراق و سوریه قرار دارند هنوز 3 سال قبل با دستور بواسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان آغاز شده بود. در این مدت سفارت جمهوری تاجیکستان در دولت کویت در اساس راهنمایی‌های پرزیدنت بشاردوست جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در همکاری و هماهنگی با مقامات دخلدار تاجیکستان و سوریه جهت عملی سازی این اقدام بشاردوستانه به نتیجه‌های نظررس نائل گردیدند. باید گفت که حکومت جمهوری تاجیکستان خواسته رهبر دوراندیش و عاقل پرزیدنت کشور پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان همیشه در فکر شهروندان و حفظ حقوق و آزادی‌های آنها بوده، پیوسته برای تامین شرایط ارزنده زندگی و نکو احوالی شهروندان تدبیرهای تأخیرناپذیر را عملی می‌نماید که نمونه والای انسانپروری و بشردوستی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میباشد.